به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان گرامی قدر. درس 16 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرفی O one یک ostrich شترمرغ. onion پیاز. orange نارنج یا پرتقال، افلسون و زبان روسی اپلسین. این بود درس 16. تا درس نوبتی، خدا نگهدار.